ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا. سحری خوردن یکی از آداب و یکی از سنت‌های روزه است. باید سحری خورد و در سحری تأخیر کرد. چرا سحری خورد؟ به خاطری که بدن انسان یک روز تمام بتونه استقامت بکنه. برای اینکه بدن بتونه در عبادت‌های شب توان داشته باشه، ضعف به او دست نده، چون وقتی که مواد غذایی در بدن انسان کم میشه، اون موادی که نیاز هست برای سرپا نگه داشتن خودت، جریان خون در رگ‌ها هم ضعیف میشه. قدرت انسان با چرخش خون در رگ‌هاست. باید سحری را به تأخیر انداخت که جلوگیری از ضعف ناگهانی بشه در طول روز. سحری آخرین لحظه، یعنی 10 دقیقه قبل از اذان امساک. افطاری هم دوباره سنت هست، باید انسان افطار بخوره و عجله کردن در افطار. به مجردی که اذان گفت باید انسان افطاری بخوره. اطباء میگن که بهتره که انسان افطاریشو 3 قسمت بکنه. هنگامی که اذان گفت با رطب اگه هست، اگر نیست خرما، اگر نیست آب. و تو خوردن خرما و آب بهتره که وتر رو انتخاب بکنه. 1 دانه، 3 دانه، 5 دانه، 7 دانه. چرا خرما؟ چون خرما شیرینی است و خود خرما یک غذای کامله و شیرینی معمولا توان از دست رفتی بدن رو زود برمیگردونه. اونم شیرینی که خرما باشد، غذای کامل. اگر نیست رطب خرما، اگر خرما نیست آب. حالا یک شیرینیجاتی هم میخواد در کنارش مصرف بکنه، اشکال نداره. آبی بنوشه، لیوان دوغی ماستی در کنارش، بعد رهاش بکنه تا نماز تراویح. نماز تراویح بخواند، یه مختصری دوباره بخورد. بعد از اون مختصری هم در سحری بخورد، سحری هم به تأخیر بندازد. این افطاری است که اطباء تشویق میکنن پزشکان مسلمان برای سلامتی جسم انسان. نه اینکه انسان از روزه میخواد در بیاد، انواع غذاها گذاشته چه همه رو میخواد ببلعه، دیگه نمیتونه بلند بشه، دیگه نمیتونه قیام بکنه، دیگه نمیتونه برای عبادت در شب، که خیلی از این عبادت ها در رمضان در شب هست، دیگه بدن مقاوم نیست، دیگه بدن قدرتش رو از دست میده. چون که 1 روز کامل معده خالی بوده، پس با شیرینی معده رو دوباره جذب بکنیم، معده رو تسکین بدیم، آماده بسازیم و بعد از تراویح دوباره تو فاز بعدی یا تایم بعدی معده رو دوباره تقویت بکنیم و بعدم برای این روش افطاری خیلی بهتره.